درود بینندگان عزیز، تحولات تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی در پراگ پیشنهاد شما میکنیم. نخست توجه نمایید به سرخط موضوع برنامه امروز 24 میلیون. بازدید از جنوب تاجیکستان بعد نبردهای 2 روز پیش وضعیت در مرز تاجیکستان و افغانستان آرام است. پراخ آواز تیر شنیدیم. تمام دیگه که ما را خدا را شکر اون زلال نرسیده و همین زنکا و گولکا میترسند. اگر واکسین نگرفته اید به طرفخانه ندرآیید. محدودیت‌های نوی وابسته به کووید 19 در شهر مسکو. زندگی در مکانی خطرناک و یا چگونه در شهرک بوستان حدود 15 خانواده در بینای صدموی به سر میبرند. از دستگاه پرزیدنت هم کاغذ قلمم اومد، هیچی دستگیری نشد. در ولایت غربی هرات افغانستان طالبان سلاح خود را به زمین گذاشته به برنامه مصالحه ملی همراه می شوند، اما افزایش حمله های طالبان و ضبط نایه ها در شمال افغانستان باعث به ناراضگی مردم شده است. ساکنان گفتند در کنار نیروهای حکومتی با گروه طالبان جنگ می کنند. در دوام 10 روز اخیر گروه طالبان به طور کم سابقه نایه های زیادی را در شمال افغانستان زیر نظارت خود درآورد، از جمله گذرگاه شیرخان بندر که روی اساسی انتقال مال میان تاجیکستان و افغانستان است. مولا رجب یوسفی و براد یوسفی که از منطقه مرزی برگشتند این گزارش را فرستادند. گذرگاه مرزی پنج پایان و یا بندر شیرخان در جنوب تاجیکستان و شمال افغانستان بسته و وضعیت در هر دو جانب آرام است. این آرامی به دنبال یک نبرد شدید در منطقه بندر شیرخان میان نیروهای حکومتی افغانستان و گروه طالبان است که پس از آن این منطقه افغانستان به دست طالبان سقوط کرده است. اینجا آخرین نقطه مرز تاجیکستان و افغانستان است و پشت سر من آن طرف دریا علاقه حدود افغانستان می باشد. 2 روز پیش در آن طرف مرز گروه طالبان و نیروهای افغانستان یک درگیری شدید داشتند و بیش از 100 نفر از سربازان قوای مسلح افغانستان مجبور شدند که بعد از درگیری با طالبان به طرف تاجیکستان گذرند. تا جایی که ما کار میکنیم پول یا باس تیری دایدو با بولی سرمان اومد زیاد اومد تیری دایدو که از چیرا حکومتی افغانستان که زورشون هستن بعد بالای موست که اومدن بالای موست با زخمی شدن نه شنبه رویشون کردن با ماشین برکش کلان. در میان 134 سرباز نیروهای حکومتی افغانستان که به خاک تاجیکستان فرار کردند، 1 کشته و 4 زخمی هم بوده است. طبیبان بیمارخانه ناحیه جیهان به سربازان زخمی کمک طبی رسانیدند. بریگاد تیبی رو روانه کردیم به جای حادثه. همه 4 نفر رو معاینه نمودن. از اون 4 نفر 2 نفرش احتیاج به خدمت رسانی تیبی سطحی هسپیتالی داشتن. طبیبان اونها رو با همه قاعده های به خطری ضد اپیدمیکی به بیمارخانه مرکزی ناحیه دسترس کردن. ما زخم بندی کردیم و برای تو سپارش های آینده راهبریت و یا در سطح بیمارخانه منطقوی ما بستری کرده شدگی هستند. حالتشون امروز به هست. 2 سرباز نیروهای مسلح افغانستان که روز گذشته در مناقشه با گروه طالبان مجروح شده بودند در اینجا در مرکز سلامتی دهه تلمن ناحیه جیهان بستری شدند. وقتی ما به اینجا آمدیم پزشکان به ما اجازه صحبت با این سربازان را ندادند و گفتند که وضع سلامتی آنها خوب است. سربازان دیگر نیروهای حکومتی افغانستان که وارد خاک تاجیکستان شده بودند به گفته شاهدان بعد از 1 روز مراقبت از مرز با ماشین‌های بارکش به سمت دوشنبه برده شدند. برخی شاهدان گفتند که باید آنها را از دوشنبه با طیاره به کابل رسانند، ولی در مرز با افغانستان در پنج پایان به جز راننده‌ها و ماشین‌های بارکش کسی روان نمی‌کرد. ما از رایون یوون سیمنت آوردیم، سیمنت خواکسین اکسپرتاز بندر آوردیم که همجا راست دیگه بینه تلاطم شد، جنگ شده با گمرکی ها محکم شد، سیمنت قطعی همینجا موندیم. اینه صدای تیر و تفنگ در آن سوی مرز ساکنان دهه سریپل ناحیه جیهان نزدیکترین دهه به مرز افغانستان را سخت ناراحت کرده است. آنها میگویند هیچگاه چنین تیرپرانه در مرز افغانستان در این منطقه را نشنیده بودند. همین آوازا و ترخ و پرخ آواز تیر شنیدیم. تمام دیگه که ما را خدا را شکر اون زلال نرسیده و همین زنکا و گولکا میترسند.
حالا سرنوشت سربازان نیروهای حکومتی افغانستان که به خاک تاجیکستان فرار کردند معلوم نیست. دقیق نیست که آنها را به کشور خودشان فرستادند و یا نه، اما گذرگاه مرزی پنج پایان که یک راه مهم انتقال مال و کالا برای تاجیکستان افغانستان است، بسته است و حرکت ماشین ها در مسیر راه به سوی این گذرگاه کاملا قطع شده است. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی جیهان. بینندگان عزیز، ما وضعیت افغانستان را همواره پیگیری داریم و اگر خبری در این زمینه شد حتما برایتان میرسونیم. گزارش‌های بیشتر در این موضوع را میتوانید در وبسایت رادیو آزادی و هم صفحه ما در یوتیوب تماشا کنید. برنامه را ادامه میدیم. اگر در مسکو هستید و واکسینه نگرفته اید، از آخر ماه شما را به رستوران و قهوه‌خانه های این شهر راه نمیدهند. چون این دستور از سوی مقامات به سبب صورت گرفتن سرایت کرونا ویروس در پایتخت روسیه صادر شده است. صاحبان این مؤسسه ها میگویند اکنون نمیدانند با دستور غیر انتظار و شتابکارانه چگونه فعالیتشان را به راه مانند. عبدالله اشورف گزارش میدهد. دستور غیر انتظار به طربخانه، رستوران و قهوه‌خانه های مسکو و برای مبارزه با کووید 19. از روز 28 ایون مشتریان پیش از ورود به این جایها باید سند نشان دهند که واکسینه گرفتند یا کووید 19 بودند و یا سند آری بودن از ویروس را دارند. دستور مقامات ارتیام تیمیروف صاحب یک قهوه فروشی را غافلگیر کرده است. مهم است که پیش از قبول قرار با صاحبکاران مشورت کنند. وقتی به شما میگویند کار به این شکل باید باشد و شما چند روز برای مطابق شدن دارید، این کاری نادرست است. ما فقط چند روز برای تغییر دادن شیوه کار داریم. از بس که بسیاری از روس‌ها واکسین نگرفتند، ممکن است درآمد صاحبکاران بسیار کم شود. در این کشوری 144 میلیون نفری فقط 35 میلیون نفر واکسین گرفتند. بر اساس دستور باید 60% کارمندان مؤسسه ها واکسین گرفته باشند. نظری همه به واکسین گرفتن خوب است. فقط یک نفری ما که الرژی و بیماری های مسئولیت دارد می ترسد. اگر واکسین نگیرد هم فقط 40% کارگران ما واکسین نگرفتند. دستور را برای آن دادند که سرایت کرونا ویروس در مسکو و تمام روسیه زیادتر می شود. طربخانه و رستوران های مثل این در روسیه عذاب می کشند چون درآمدشان کم شده است. باید درشان را تا ساعت 11 ببندند. ما طربخانه داریم، محفل ها برگزار میکنیم. البته مردم میخواهند نه روز بلکه شب خرسندی کنند. به وضع مالی ما تأثیری بد گذاشت. مردم بسیار میپرسند که ساعت های کاری کی تمدید میشوند، ولی متاسفانه نمیشود. بر اساس دستور نو طربخانه ها حق دارند تا دیر باز مانند به شرطی که مزاجانشان واکسین گرفته باشند. ما این پیشنهاد را نپذیرفتیم چون که اگر قبول میکردیم باید تمام روز آنهایی را راه میدادیم که واکسین گرفتند. از بس که تعداد واکسین گرفته ها کمند، برای کار ما بی‌ثمر است. مقامات مسکو میخواهند واکسینه زنی را سرعت بخشند. بر اساس امرهای نو فقط واکسینه گرفته ها حق دارند برای معاینه های عادی به شفاخانه روند، اما قبول گرفتاران سرطان و بیماری های سخت در شفاخانه ها به محدودیت و حتمی است. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها. چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید.
شما برنامه اخباری رادیو زودی رو تماشا دارید و میرویم به شمال تاجیکستان. چندین خانواده در مرکز نویه مسچو در بینوی زندگی دارند که هر لحظه میتواند به سرشان چپه شود. بینو در حال صدمه‌آوری است ولی ساکنان امکان تعمیر آن یا کوچیدن به جای دیگر را ندارند. فرزان محمدی میگوید حالا این عائله ها را که اساساً کم بضاعت هستند حس ناامیدی و ترسی در کوچه ماندن فرا گرفته است. در این بینایی که در حالت صدمه‌آوری است حدود 15 خانواده زندگی میکنند. این بینای 4 آشانه در نتیجه زمین لرزه و برف و بارانهای شدید به این حال آمده است. مولوده مومینووا همراه فرزندان خردسالش تقریباً 10 سال باز با ترس و بیم اینجا زندگی میکند. ولی امکان مالی ندارند که به جای دیگر کوچ بندد. تو دستگاه پرزیدنت رفتم، از دستگاه پرزیدنت هم کاغذ قلمم اومد، هیچی دستگیری نشد. یگون چی نشد، فقط پول می داشتی دستت بالا بوده. پول دار دستش بالا، ما کم بغلیم که ما پول نداریم که مشکله. علمی خونه رو با پول خریدیم، 7000 سامانی خریدیم، 60000 سامانی قرض قبول کردیم، از بانکو کردیت گرفتیم ریمون کردیم. این شب روز 15 روز فراغ ما مونگم میخزمونم دیگه هیچ کار کردن نمیتونم. 4 ساعت زمین در همیچی گفتم در عوض همی پله همی خونه رو رسخت کردید. 4 ساعت زمین تو میتونم خونه. این بنا در مرکزی شهرک بوستان جایگیر شده است. اکثر باشندگان آن در گذشته کارگران فابریکه پخت تازه‌کنی حسن عبدالوف بودند و حق استقامت را نیز آنها دادند. ولی این فابریکه سال 2012 از بین رفت و خانه ها را خصوصی کردند. آمده خانه رو نرخ موندم آبا. خانه خیلی این دو خانگیش $4000، 3 خانگیش $6000 گفتم. خیلی پولاشونو 50% داده. برین تو میکنم گفتم برین تو میکنم. رفته بانکو به قرض کرده داده. به همین انکو وای کرده. انکو 50% دیگه شاز ناداده های دیکمی کرده تخبس پر کرده داده. یک کریشه زد نزدم بیا. آخر شرایطم بعضی. اکثر باشندگان اینجا کم بضاعت هستند و توانی بازسازی بنا را ندارند. با وجود مراجعت پیاپی به مقامات آنها نمیتوانند مشکل منزل را حل کنند. حکومت ناحیه مسچو در یک نامه رسمی برای رادیو آزادی پاسخ داد که این بنا ساختمانش ناتمام است و از کمیسیون ناحیه قبول نگردیده است. همچنین در این نامه نوشته شده است که برای به حالت اولش برگردانیدن قرار رئیس ناحیه صادر گردیده به رهبر جمعیت حسن عبدالوف دستور شده است تا بنا را تخریب نمایند. کوشش ما برای دریافت نمایندگان شرکت حسن عبدالوف تا زمان نشر مطلب نتیجه نداد. آبش میتیم، سویتش میتیم، انولیدم باشیم، پول موسور میتیم، میگود اندازه نلو که ما خونیش دیگه ما میگود میتیمش. هم پلش هستیم، هم باشه کویتانسور تخت کردیم در دستام موندیم دیگه شاهد نشون تیم گفته. در همین حال ساکنان میگویند با وجود آنکه برای اقامت در اینجا مبلغ سپاریدند و خود را صاحب ملک میدانند ولی از جانب مقامات محلی بارها برای ترک منزل‌هایشان آگاهی گرفتند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه مسچو. пайвандони Мероншо Ҷумаев корманди милисие ки моҳи феврали имсол аз сири сило дар бинои пулиси ноҳияи 5 ҷонбохт ба марҳилаи назоратии додгоҳи вилояти Хатлон шикоят бурданд. онҳо талаб карданд ки ҳукми додгоҳи 5 ва таъиноти зинаи кассатсионии додгоҳи Хатлон бекор карда шавад. додгоҳи вилояти Хатлон 9 июн шикояти наздикони афсари кушташударо рад карда ҳукми додгоҳи зинаи аввалро бетағйир гузошт. додгоҳи 5 Насим Амирзода муттаҳами аслӣ дар парвандаро барои куштор аз беэҳтиётӣ гунаҳкор дониста ӯро ба 3 соли ҳабси сукунатӣ ва пардохти 100 000 сомонӣ ба пайвандони афсари кушташуда маҳкум кард. пайвандони Мероншо Ҷумаев ҳукми додгоҳи зинаи аввалро ноодилона хонда бозбинии онро талаб доранд. бинандагони азиз, вақти барномаи ахбори озодӣ инҷо ба поён мерасад. ташаккур аз шумо ки то ин лаҳзаҳо бо мо будед. хабару гузоришҳои дигарро дар сомонаи радиои озодӣ метавонед пайдо кунед. ёдатон наравад ки фардо ҳамаи шуморо бо хабарҳои тоза мунтазир хоҳем буд. худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳбон.